سلام بچه‌ها، من ایمان کمالی ام، راوی قصه های برنساگا. امروز قراره با یه داستان چنان آتیشی بپا کنم که تا آخرش نفستون بند بیاد. فکر کن دو تا جوون با یه رویای دیوانه‌وار و یه جفت کفش دستاس توی گاراژ قولای دنیا رو زمین بزنن. این قصه نایکیه. داستان یه تیک که از یه ون قراضه تو اورگون شروع شد و حالا رو قرار به هر ورزشکار، جوون و حتی بچه مدرسه‌ای تو دنیاست. از شکستایی که کمر میشکنه تا قمارایی که تاریخو میسازن. کمربنداتون رو محکم ببندین چون قراره با سرعت موشک بریم تو دل این حماسه. برگردیم به سال 1962، پورتلند، اورگون. فیل نایت یه جوون 24 ساله است، عاشق دویدن، ولی نه از اون دونده های مدال‌آور. تو دانشگاه اورگون زیر نظر مربی افسانه‌ایش بیل باورمن تمرین میکنه. باورمن یه جورایی نابغه است، ولی دیوونه. همیشه کفش بچه‌ها رو پاره میکنه، زیرشون رو عوض میکنه، چون میگه این آشغالای آدیداس و پوما دونده‌هامو عقب میندازن. یه روز به فیل میگه اگه یه کفش سبک و ارزون داشتیم، بچه‌ها میتونستن پرواز کنن. فیل انگار برق از سرش میپره. میگه چرا خودمون نسازیم؟ فیل تازه از استنفورد مدرک مدیریت گرفته. توی کلاس یه تکلیف می‌نویسه کفشای ارزون و با کیفیت از ژاپن بیاریم، چون ژاپن اون موقع به تولیدات ارزون و با کیفیت معروفه. سال 1963 فیلم میزنه به جاده، میره ژاپن و با یه شرکت کفش‌سازی به اسم اونیستوکا که بعدن آسیکس میشه قرارداد میبنده. یه عالم نمونه کفش میفرسته واسه باورمن. باورمن میگه فقط یه جفت سبک واسه دویدن میخوام. فیل یه ون قراضه داره. کفشا رو میریزه تو صندوق عقب و میره تو پیستای دو میدانی، خیابونا، حتی پارکینگ دانشگاه‌ها و میفروشه. اسم شرکتشون بلو ریبون اسپورتسه. هنوز خبر از نایکی نیست، ولی این دوتا دارن آتش بازی را میندازن. فیل وقتی تو ژاپن بود خودشو نماینده شرکت بزرگ آمریکایی جا زد، در حالی که همچین چیزی وجود نداشت. این دروغ مصلحتی بعداً نایکی رو به دنیا آورد. تا سال 1971 بلوریبون داره حسابی میترکونه. سالی $1,000,000 فروش داره، ولی یهو اونیستوکا قراردادشو قطع میکنه. فیل و باورمن انگار وسط دریا قایقشون سوراخ شده، یا بعد غرق شن یا خودشون یه کشتی بسازن. باورمن که همیشه تو گاراژش مثل دانشمند دیوونه با کفشا ور میره، یه روز تو آشپزخونه زنش وافل سازو میبینه. یهو جرقه تو سرش میزنه. اگه زیر کفش مثل وافل باشه، هم سبکه هم چسبندگی داره. میره لاستیک مایع میریزه تو وافل ساز. چند بار دستگاهو خراب میکنه. زنش قرقر میکنه، ولی بالاخره اولین زیره وافلی دنیا رو میسازه. این زیره انگار یه معجزه است. حالا نیاز به اسم و لوگو دارن. فیلم میگه اسممون نایکی باشه. نایکی الهه پیروزی تو اساطیر یونان. یه دانشجوی طراحی به اسم کارولین دیویدسون یه لوگو میکشه. یه تیک ساده که انگار داره میپره. فیل اولش میگه خب زیاد حال نکردم، ولی میسازیم باهش. فقط $35 به کالورین میده، ولی بعدن نایکی بهش سهام و یه انگشتر الماس هدیه میده. سال 1972 اولین کفش نایکی با زیره وافلی میاد تو بازار. دونده ها کفشا رو میپوشن، انگار رو ابرا دارن راه میرن. نایکی متولد شده، ولی راهش هنوز پر از دست اندازه. باورمن یه بار کفشای دستازشو به دونده ها داد، ولی چون بد دوخته شده بودن پای بچه‌ها تاول زد. باورمن هم به جای عذرخواهی گفت خودتون درست بدوین. اوایل دهه 1970 نایکی داره رشد میکنه، ولی انگار بچانسی از در و دیوار میریزه. فیل و باورمن پول نقد ندارن، بانک‌ها بهشون میخندن. یه بار انبارشون پر از کفشه، ولی نمیتونن حقوق کارمندا رو بدن. فیل میره از دوستاش قرض میکنه، ولی حس میکنه داره زیر فشار له میشه. آدیداس و پوما مثل دو تا تانک دارن نایکی رو خرد میکنن. بدتر از همه سال 1973 اونیستوکا از نایکی شکایت میکنه که قراردادشون رو نقض کردن. دعوای حقوقی جیبشون رو خالی میکنه. فیل تو خاطراتش میگه هر شب فکر میکردم فردا ورشکست میشیم. فیل یه بار واسه پرداخت بدهی‌ها کفششو زیر قیمت فروخت، ولی چون انبارشون توی سوله نمور بود نصف کفشا کپک زده بودن. مشتری‌ها عصبانی شدن، ولی فیل گفت بذارین یه جوری جمعش کنیم. بالاخره دعوای حقوقی رو بردن، ولی نایکی هنوز یه شرکت کوچیکه. نیاز به یه معجزه داره. اون معجزه کیه؟ یه جوون به اسم مایکل جردن. سال 1984 نایکی هنوز زیر سایه آدیداس و کانورسه. یه مدیر بازاریابی به فیل میگه یه بسکتبالیست جوون تو شیکاگو بولز داره همه رو انگوش به دهن میکنه. مایکل جردن انگار از یه سیاره دیگه اومده با پرشای دیوانه وارش. نایکی قمار گنده میکنه. قرارداد 5 ساله $500,000 در سال به علاوه یه سهام. این عدد اون موقع واسه ورزشکار تازه‌کار دیوانگیه. آدیداس و کانورس هم دنبال جردن بودن، ولی جردن نایکی رو انتخاب کرد و گفت اینا یه حس سرکشی دارن که به من میخوره. سال 1985 نایکی کفش ایر جردن یکو معرفی میکنه، قرمز و مشکی، مثل ماشین فراری تو زمین بسکتبال. ولی NBA میگه این کفش غیر قانونیه، چون
رنگش با یونیفرم جور نیست. نایکی نقشه نابغه وار میکشه. به جردن میگه تو بپوش، ما جریمه ها رو میدیم. هر بار جردن ایر جردن میپوشه، NBA یه جریمه $5000 مینویسه. خبرش تو توییتر و روزنامه ها میره و جوونا تو خیابونا صف میکشن واسه این کفش. نایکی تو تبلیغاتش میگه این کفشاییه که NBA نمیتونه تحملشون کنه. تا آخر 1985 نایکی $70 میلیون از ایر جردن فروش میکنه. جردن نایکی رو از یه شرکت معمولی به یه ستاره جهانی تبدیل میکنه. ولی نایکی اینجا متوقف نمیشه. سال 1988 کمپین جاست دو ایت رو راه میندازه. یه شعار ساده ولی انگار داره قلبتو تکون میده. مهم نیست کی هستی، بلند شو انجامش بده. تبلیغاتشون پر از آدمای واقعیه. یه دونده آماتور که تو بارون تمرین میکنه، یه بچه که تو پارک بسکتبال بازی میکنه، حتی یه پیرمرد 80 ساله که تو ساحل میدوه و میگه جاست دو ایت. یه کارمند نایکی این شعار رو از یه اعدامی الهام گرفته که قبل مرگش گفته بود بیاین تمومش کنیم. نایکی اینو گرفت، چرخوندش به پیام انگیزشی. این کمپین نایکی رو به یه سبک زندگی تبدیل کرد. سال 1990 نایکی از آدیداس سبقت میگیره و میشه شماره 1 بازار کفش ورزشی آمریکا. جردن، جاست دو ایت و زیره وافلی باورمن مثل سه تا پادشاه نایکی رو به تخت پادشاهی نشوندن. ولی پادشاهی بدون دردسر که نمیشه. اواخر دهه 1980 نایکی داره دنیا رو میگیره، ولی یهو یه بمب منفجر میشه. فعالای حقوق بشر میگن کارخونه‌های نایکی تو آسیا مثل اندونزی و ویتنام کارگراشونو استثمار میکنن. بچهای 14 ساله، حقوق روزی $2، کار تو کارخونه‌های داغ و خطرناک. فیل نایت اول میگه ما فقط طراحی میکنیم، کارخونه‌ها مال ما نیستن، ولی دنیا ولشون نمیکنه. دانشجوها تو آمریکا پوسترهای نایکی رو آتیش میزنن. تو شبکه‌های خبری قوقا میشه. فیل تحت فشار میره توی جلسه مطبوعاتی و میگه ما اشتباه کردیم، درستش میکنیم. سال 1998 نایکی یک کد رفتار اخلاقی را میندازه. نظارت رو کارخونه‌ها، افزایش درآمد، محدود کردن کار کودکان. این یه درس تلخ بود. یه پادشاه باید قلبش واسه مردم باشه. ولی این پایان حاشیه‌ها نبود. سال 1997 نایکی کفش ایرمکس ساخت که لوگو شبیه کلمه الله به نظر میرسید. جامعه مسلمونا اعتراض کردن. نایکی سری کفش رو جمع کرد و عذرخواهی کرد. نایکی 1 میلیون جفت کفش نابود کرد که مطمئن شه دیگه تو بازار نیست. دهه 1990 نایکی با ستاره‌های جدید میتازه. تایگر وودز تو گلف، آندر آگاستی تو تنیس، حتی مایک تایسون تو بوکس. سری کفشای ایرمکس با بالشتک‌های هوایی معروفش قوقا میکنه. ولی سال 1995 نایکی کفش ایرمکس ساخت که بالشتک‌های هواش اونقدر بزرگ بود که تو آفتاب میترکید. نایکی سری جمعش کرد، ولی بعداً این مدل بین کلکسیونرها مثل گنج شد. سال 2003 نایکی با لبرون جیمز، یه بسکتبالیست 18 ساله، قرارداد $90 میلیون بست. لبرون بعداً به پادشاه جیمز معروف شد و خط کفشش هنوز پرفروشه. نایکی حتی با طراحای مد مثل ویرجیل آبلو همکاری کرد و کفشای آف وایت نایکی رو ساخت که تو خیابونا قوقا کردن. یه جفت از این کفشا تو حراجی سال 2021 به قیمت $1 میلیون فروخته شد. حالا برسیم به امروز، سال 2025. نایکی با ارزش بازار $250 میلیارد غول بلا منازع دنیای ورزشه. از کفشا و لباسا تا تکنولوژیای خفن، اپلیکیشن نایکی که تمریناتو ترک میکنه، کفشای هوشمند که فشار پاتو تنظیم میکنن، حتی NFT و کفشای دیجیتال تو متاورس. نایکی تو آفریقا خط تولید محلی داره. تو آسیا کفش خاص واسه سال نو چینی. تو ایران هم نایکی بین جوونا یه نماد مد و خودنماییه. سال 2018 نایکی با کالین کاپرنیک، بازیکن NFL که به خاطر زانو زدن علیه نژاد پرستی معروف شد، همکاری کرد. شعارشون هم این بود: به چیزی باور داشته باش، حتی اگه به قیمت همه چیز تموم بشه. خیلیا کفشای نایکیشون رو آتیش زدن، ولی فروش نایکی 31% رفت بالا. نایکی تو این کمپین از یه شعار خیابونی الهام گرفته بود: اگه قراره ببازی، حداقل با افتخار بباز. سال 2019 زایان ویلیامسون، یه بسکتبالیست جوون، تو بازی کفش نایکیش پاره شد و زانوش پیچ خورد. نایکی تیم مهندسی فرستاد که کفششو بازطراحی کنن. تو همون سال نایکی کفش بسکتبال ساخت که ادعا کرد میتونه پرشتو 5 سانت بیشتر کنه. آزمایش کردن، دیدن فقط 1 سانت اضافه میکنه، ولی بازم فروشا بیشتر شدن. چرا نایکی بعد از 50 سال هنوز پادشاهه؟ اول نوآوری، از زیره وافلی تا کفشای هوشمند. دوم داستان سرایی، نایکی رویا میفروشه، نه فقط کفش. سوم ستاره ها، از جردن تا رونالدو همیشه با بهترینا بوده. چهارم لوگوی تیک، اون خط ساده حالا یه آیکونه. پنجم جرأت، نایکی هیچ وقت از جنجال نترسید. از ایر جردن غیرقانونی تا کمپین کاپرنیک، همه چیز از اون ون قراضه و رویای فیل و باورمن شروع شد. اگه اونا بعد از اون همه نشنیدن جا میزدن، امروز نایکی نبود. حالا نوبت توئه. خب بچه‌ها، این بود حماسه نایکی، از یه گاراژ تو اورگون تا تیک روی قلب دنیا. فیل نایت و باورمن بهمون یاد دادن که با یه رویا، یکم دیوونگی و یه عالم جرأت میتونی قولای دنیا رو بخوابونی. حالا تو بگو، کدوم لحظه این قصه حالت
تو جا آورد. عاشق ایر جردنایی، ایر مکس یا کفشای لبرون یه خاطره باحال با نایکی داری؟ تو کامنت ها بنویس. ویدئوی بعدی قراره یه برند دیگر رو کنه که حسابی غافلگیرتون میکنه. سابسکرایب کن، لایک کن و زنگوله رو بزن که جا نمونی. تا قصه بعد just do it.